سلام. روز دوم سفر از خواب بلند شدم و با یه همچین ویو خوشگلی روبرو شدم. اینم بالکن پشتی ویلاه که رو به جنگل و خب خیلی قشنگ بود. رو همین بالکن نشستیم و صبحونه‌ای که درست کرده بودیم و با یه همچین ویو خوشگلی خوردیم. ایشون هم که می‌بینید تخصصش خراب کردن ویدیوهای منه. خلاصه صبحونه رو خوردیم و راه افتادیم به سمت دریا. و رسیدیم به ساحل. هوا به شدت ابری بود، به خاطر همین هیچ کدوم از بازی‌های آبی نبودن به جز قایق و ما هم در کمال پررویی تصمیم گرفتیم که سوار قایق شیم. ایشون هم خیلی خوشحال پریدن اون بالا. فکر کنم 5 دقیقه هم از حرکت قایق نگذشته بود که من موش آب کشیده شدم. و نه به خاطر بارون، به خاطر اینکه یه موج گنده صاف خورد توی سر من. توی مسیر برگشتم یه بارون شدید شروع کرد به باییدن که زودم قطع شد. واسه ما هم تصمیم گرفتیم که یه قهوه بخوریم و بریم بلوار کاژینو یکم قدم بزنیم. بعدم برگشتیم سمت ویلامون که میشه همون روستای دیسر و این لوکیشن‌های خوشگل. اونجا که منم عاشق تاپ شده بودم دوباره تاپ بازی کردم. بعدم تصمیم گرفتیم که کنار این درخت که خودشون اسمشو گذاشته بودن درخت آرزوها یه چایی بخوریم. این خوشگل با نمک هم اسمش باران بود و هر موقع میدیدیش خودشو لوس میکرد. خلاصه دیگه وقت شام شد، شاممون رو خوردیم و نشستیم به شب نشینی و این قضیه تا 5 صبح ادامه داشت. هوا کم کم روشن شد و با یه همچین ویو قشنگی تصمیم گرفتیم بخوابیم و روز دوم سفرم تموم شد.